اون دو تا زانوی اینجا زده و تبدیل منفی زده، چون دود یا محصولات احتراق از بغلای آب گرم کن میزده بیرون، اومده لطف کرده با اون عقل ناقصش و اومده چیکار کرده؟ سنسور حد دودکش رو بیا نشون بده. سنسور حد دودکش رو از مدار خارج کرده. سنسور حدی که روی مبدل بوده رو چیکار کرده؟ اینجا با یک در ظاهر لطف در باطن خیانت به هم دیگه پیچونده و برای این آب گرم کن یک فضای کاملا درست تعریف کرده و این بدبخت فکر میکنه گله همه چی آرومه، همه چی درسته و داره کار میکنه، ولی عملا دود از این بغلا کجا میاد داخل خونه و متاسفانه مصرف کننده عزیز داره چیکار میکنه؟ دود رو تنفس میکنه و هر نفسی که ایشون داره میکشه رنجشی که از سمتی سیستم ایجاد میشه در کار و زندگی شما تاثیر منفی داره. بعد نکته بعدی، چون حرارت نسبت به این دودکش درست تخلیه نمیشه، نگاه کن مبدل کامل اینجا سرخ شده و از این قسمت کامل رسوب گرفته. این رنگی که داری میبینی نشانه عدم تخلیه حرارتی سعی باشه. این همین آب گرم کن الان چه شده؟ مبدلش نزدیک 6 خورده قیمتش شده، خود آب گرم کنم نزدیک 12 خورده قیمتش شده. دستگاهی که قرار بوده 5-6 سال کار کنه با مهندسی تو آقای دکتر توی نزدیک 2 سال نیم 3 سال، اینم اصطلاحاً تاریخش 3/12/99 از کار افتاده.